اکبر یه مرد 34 سال است که برادر و دخترش رو به قتل رسونده. قضیه از این قراره که یه روز دختر 14 ساله اکبر به پدرش میگه که عموی 28 سالش رحمان بهش تجاوز کرد و ازش فیلم گرفته. اکبر که خیلی عصبانی بوده همون روز با رحمان از خونه میره بیرون و بدون اون برمیگرده و به مادرشون میگه اون با دوستاش رفته بیرون و گفته که خودم برمیگردم خونه. مادر اونا بعد از 2 روز میره پیش پلیس و میگه که پسرش ناپدید شده. پلیس به اکبر شک میکنه و اونو برای بازجویی میبره. اکبر اولش همه چیز رو انکار میکنه، اما بعدش اعتراف میکنه که چون برادرش به دخترش تعرض کرده بوده و اون فیلم رو دیده، رحمان رو برده توی یه بیابون و با چاقو به قتل رسوندتش و جسدش رو هم همونجا رها کرده. اما ماجرا اینجا تموم نمیشه، چون زن اکبر به پلیس میگه که دقیقاً همون روز اکبر با دخترمون از خونه رفت بیرون و بعدش تنها برگشت. دوباره از اکبر بازجویی میشه و این بار اعتراف میکنه که چون فکر میکرده دخترش آینده‌ای نداره، همون روز صبح دخترش رو میبره بیرون، باهاش صبحونه میخوره و بعدم توی یه جای خلوت اون رو با چاقو به قتل میرسونه. مادر و همسر اکبر توی دادگاه رضایت میدن و اکبر الان فقط به خاطر جنبه عمومی جرم 10 سال قراره توی زندان باشه.